بالاش محمد اینا رو اول دو بل دفتمه بله دیگه محمد بابا بگو تاشو تکن تاشو ببخشید شما چه کاری؟ بگو بله این نصف این شغل شما اینا شما برده چی؟ اینا به چی خبر دارم؟ چی خبر داری؟ تو از کجا آمدی؟ مردم اینجا این نصف زمان ببرده اینا هم که ببردم اینا جمع کنی یعنی ما روز اول ما که اینجا ما روز اول که آمدیم کم میلیارد ببریم ما اینا خبر نداری اینا نصف این که خراب کردن که ببردیم هیچی باز بیامده از سر نو که ایران ببریم اینا هست شما کی نی؟ ما از این خبر نداریم تو جزی آمدی شهر مایه نداری بیجا بیا کارگر کجا کرده تو جزی آمدی شهر مایه نداری مایه نداری شما چی بار می مار من این به این زحمت دیار میکنه شما این چیو میبره چی کینه تو هرگی آخه خواهد با سهر شما شهر مایه ندارم همه چیزه به هیچی بدبختی ارتیار کردن میامدن نصف ببردن نصف دیگر هم بیمونن بردا چی بار بنده تیار کن برو بردا باشم اینا ببینیم اینا بچه ها کی بودن مونده نباشین سلامت باشه به نظرم که همین دیوار سر تا سر اول تا مؤخر همه کجه بگم مثل که چشما شما کج میبینه به جایی که بگه خیر بینی میگه کج چیندی بله لالو میگم شما یک دقیقه بیاییم بخونم این کارگران این دیوار رو بخی همین خراب کردم نه شما یک دقیقه بیاییم باشه بخیر باشین دو طرح که بیاییم خدا سلام علیکم مندن باشه تو بابا زدوانه و شما بیاردم خیر بینی تشنه بودم چرا چای نوردی؟ شاید اگه باشه تاتیار شما میارم سلام علیکم و نره باشه سلام سلامت باشه خوی لالا خیریت جان جوره تیار هسته سلامت باشه چوا کردن لالا این چی رقم دایی چیندنه سه کنه جو لالا گزینه این چوا کردن شما این چی رقم دایی چیندن یا برده لالا مثل که من آجر نما بچینم با تو 100 متر دوال شما بس سعی لالا کنید که تو فقط می رقم بگید. چوب کن بچینی یک دقیقه بگم لالا مثل که ازی بیتر من بچینم با تو گفتم که تو همین دوال بچی همین پین نگاه کن مگم مثل پین و بالا یک رقم میچیندی چی رقم دایی چیندنه از اول که دیوار همیت صاف نمیبردن نگاه که تا آخر همیت صاف همیش پین و بالا یک رقمه صاف همین بله کی میگه صاف 100 متر دوال یا موزم فقط که بیام میگی خیر بینی نه والا اصلا که می رقم دایی بکنید فقط میگی دیوار چی شما یک دقیقه بیایم این دیگر سه کنه این فقط گوش کشیم سه کنه با خدا فقط همین شطورا عمله بری سه کنه گواه عمله دار بری او برادر سکو چی رقم دایی چیندنه می نه ما این دیگه فیل از اونا بود کنه بریم فیل والا خراب بریم بره بکرات کار خو فقط میگی اینجا موزه میدادن که کار توقع دارن
سری کوی بلند یک دانه گندم الله غریبی میکنم من ملک مردم غریبی میکنم سوزی نداره الله شریف چاق میکنم دودی نداره الله ساعتی بانی رسو تلای براجو الله ستکبر باری تو خوشنوایه الله ستکبر باری تو ماشی باشید ادیران آمده ای مونده نباشی دور باشی چه کار میکنی؟ من با طور این جگاه آوردم و وظیفه دادم که اینا رو پاک کنی. شیشی چهار بیتی میخونی برای من؟ مونده شروع دیگه کاکا جو آخه از کی کار میکنی؟ مثل که از اون صبح تا شب شروع کردی به آن کار. از اینجا بگیرید تو کاکا دیگه یک ساعت خور مسخره نکن. تو شروع کردی به کار کردن. آخه چرا فرغون نیاوردی؟ و تو گفتم هر چند متر که گرفتی پاک کردی به تا فرغون کن. کاکا جان یک برگی پاک نکنو باید فرقون این دارم یک برگی والی بانی دارم بگیرم پاک کنم والا در با دواره یک برگی میتی پاک میکنم با فرقون این دارم جا میکنم چی بفرین؟ این واسکت چیه ببر تو؟ آخه هم کسی که کار کنه مگر واسکت ببره باشه. بیرو که واسکت بیرو که برده بازم اونجا کرتی خوب بکسر برده مسخره بازی نکن. این رقم کار نمیشه. نو مگر شال هم برداری کمر خورم ببندی. آیا یک برگی اینا جام اینا میندازم با یک برگی فرقون این دارم خیلی خوب قهمی نداره. مشغول شو چهار بیتی نخون برای من. آنه واسکت تو بفهمیدی؟ بله سلام علیکم. خوبین کاکا جان؟ سلام علیکم. خوبیم بخیریم سلامتی؟ بخیره. شکر. نشناختم. دوماد برار شمانم. خوب دوماد برادر من. خوبی بخیری سلامتی خیریت انشالله. زنده باشی سلامت باشی. گفتم ماستم شما رو ببینم. شکر خیریت الحمدلله. بله. گفتم سعی کنم با کجای؟ همون باغچه بادار خونم لالا. خوب بلدم به باغچه. باغچه بادار خونم. همون باغچه نو. دیگه بلدی ها. سیه همینجا باشیم باز من خدمت میرسم. بیا بلدی دیگه نه. بیا منتظرتونم بیا. خیر باشه بیا. بعد برو میر ببینم کاکا. محمد بله در باغچه برو در واکو بده. خوبه. برو ماما جان تو کار خوبه بده. برو. سلام علیکم. خوبه.
بخیر سلامت جان جان خیرات ان شاء الله خوشحال هستم سلامت باشید زنده باشین بخشش کار خدمت زنده باشی قربان سلامت باشین یک دقیقه میشه بشین شکر الحمدلله خیر خیریت یار بزرگ سلامت بگم که چایم درست کنه یا نه نه سلامت باشین دیگه این موضوع وقت شما نمیشم خواهش میکنم بدن خدمتتون جنابه سلامت باشین کاکا جان حقیقت بیامدم بگم فقط این خسرو چی مشکل داره چرا خود شما خبر دارین که همین این سری برفتیم دم سرا جنجال کردین یعنی 2 ماه میشه حقیقت اونم میفهمم که زنم نیه برفتم خدمت خسرو من خدمت جنجال کرد یعنی گفتم بیامدم پیش شما یعنی بود جنجال شما به سرمون جنجال قدیم بوده که راست بله برار ما گشتونده دختر خود بله خب جانم من چه کار میتونم برای تو بکنم حالا آمدی به پیش می به داخل خونه می داخل باغچه خوش آمدی میمون داخل خونه منی باور کو اگر من کس دیگه می بودم این دلمندی در این باغچه اجازه نمیدادم که بقیه بیه ها برادر خود خور عوض کن اخلاق خور عوض کن زندری رقم نمیشه برار خور بگردم او هم یک انسانی آخی چی معنا داره جانم تو نگه میکنی ما که بعد از بعد خبردار شده که تو 2 تا زن دیگه هم داشتی چه که حال خوب آمدیم وصلت برگزار شده و برقرار شده خوب دیگه آدم مگر اخلاق خور 180 درجه تفاوت بده دیگه برای تو 2 تا تجربه تلخ داری جانم آخی توی کسی مرا می دست بدی دست به خدا شرمنده کاکا جان چرا پیش ما شرمنده بشی برار خود بگردم آخه پیش خسرو مگه من نمیشه پیش وجدان خود در قدم اول شرمنده باش بعد پیش برار من پیش زن خوب پیش همه شما شرمنده بیایم همین بزرگواری بکنیم کاکا جان همین محبت رو بکنیم همین کلام داری در حق ما بکنیم من چه کار کنم برای تو بیایم بریم انصار خسرو ما که میفهمیم که روم نمیشه با خدا خجالت میکشه خب جانم رویم نگودشتی دیگه قبول کن که رویم نگودشتی میفهم. آخه یادتونه همین 6 ماه پیش بین شما زنشو درگیری به وجود آمد با فلاک زدی به سر او که به هرات هیچ کس نتونست تداوی همی دختر اگر بکنه که از آخر وردشتی بوردی 1 ماه کامل تقریبا بیشتر هم شد فکر کنم درسته؟ بله. چرا چند روز شد که بوردی با پاکستان بوردی دوا دکتر کردی از کار کردی خوب خرج کردی سنگ بعد از جنگ جان آدم مگر به تک کلی خود خوب بزنه میگم کاکا جان جان حالا بیایم این بزرگواری بکنیم دیگه نه به خدا نه این شما لازم نیه در حق جانم خدا لازم کنید. نیه بریم امید به خدا بلکه به خاطر من حالا هم یک بار به خاطر من این کارو بکنیم یعنی قول مردانه میده که اخلاق خورد 180 به درجه خدا تفاوت به بدی ما فهمیدم که واقعا مثل چه اشتباهاتی کردم بیایم این بزرگواری بکنیم من میرم برار خوب بگم ولی خیلی من می‌کنم. 100% به تو تضمین نمی کنم که برار ما حرف من برداره امید من به خدا. میرم امید پا میگذارم پناه به خدا سلامت باشین برو پناه تو به دلجمع خدا باشین کاکا جان زنده باشی بیا برو اومد برو در سر رو چی کنه گمره کمونار برو چه کار کنیم آخی ما یه دست اخلاقای گنده یک دست بخور مرد گذاشته زوری رسیده نگه میکنی به تو زن بیچاره بیا برو در سرور خودی امرایی که برو در سرور بسته که بده برو